الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. سوال آمده است که حدیث چیست؟ ما بسیار در سخنمان میگیم در حدیث صحیح وجود دارد یا که این حدیث ضعیف است. حدیث چی معنی دارد؟ حدیث این آن روایت هایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نقل شده است، نوابسته از ضعیفی و صحیحش این رو حدیث میگیم. حدیث آمده است و بعد از اینکه نظر میکنیم این روایت صحیح است، حدیثی صحیح میگیم. و وقتی که دیدیم که ضعیف است میگیم حدیثی ضعیف. حدیث اصلا از حدث گرفته شده است، یعنی سخن. حدیث در زبان عربی سخن، لیکن حدیث وقتی که ما در حجت و در سخن کردن و در امر معروف بیان میکنیم، حدیث یعنی سخنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و چیزهایی که فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، روایت‌های و نقل‌هایی که فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را یا که سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به واسطه صحابگان به ما میرساند، این را حدیث گفته می شود. و اما اگر روایت‌ها از جانب صحابه باشد، زندگی صحابه، سخن صحابه را رساند، این را اثر میگن. اثر. و البته بعضی از علما اثر و حدیث را هر دوش را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدهند، اما معنای حدیث همین است. حدیث سخن و فعلهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که نقل به ما شده است. و حدیث البته ضعیف است و صحیح است، یا که البته صحیح است و ضعیف است. یعنی حدیثی که از وی حجت گرفته می شود و ای را استفاده برده می شود، و حدیثی که استفاده بردنش ممکن نیست و نقل کردنش هم ممکن نیست، که امروز به نهایت می بینیم که حدیث های ضعیف پنج شده است و نقل می شود. و البته حدیث ضعیف را کسی گوینده باید بگوید که این حدیث ضعیف است، وگرنه این تهمت بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار، و در حدیث صحیح دیگر میگند من حدث بحدیث فهو یعلم انه ضعیف او کذب فهو احد الكاذبین. هر کسی که سخن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکند، سخن را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت بدهد و داند که این ضعیف است و دروغ است، و این خودی همین گوینده که از دروغگویان شده است. پس باید حدیث ضعیف و دروغ رو باید بگوییم که این حدیث دروغ است یا ضعیف است، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده است و این رو حدیث میگند. و اما سوال کردن که اصول حدیث چیست یا که چند تاست؟ بارک الله فیکم. اولا اصول حدیث گفتن گپ چیست؟ ما در مسئله فهم قرآن و سنت اصول فقه داریم، یعنی چگونه فهمیدن قرآن و سنت و چگونه استفاده بردن قرآن و سنت و قرآن و سنت را چگونه دلیلش را فهمیدن، مسئله عام و خاص، ناسخ منسوخ، مطلق مقید، ظاهر نص قاطع، که همش در اصول فقه است. و این چون اصول حدیث داریم، علم اصول حدیث، و این را علم مصطلح هم میگویند که این یک علمی است که در تعریفش میگن فهو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ببینید، علم مصطلح الحدیث یک علمی است که با اصول و قواعد هست که با این اصول و قواعد احوال سند، یعنی این سلسله انسان‌هایی که حدیث رو روایت میکند، و متن این حدیث از جهت قبول و رد شناخته میشد. این رو علم مصطلح حدیث و اصول حدیث گفته میشد. علم مصطلح الحدیث چیست؟ البته سوال نوبتی برادر همین است، مصطلح الحدیث چگونه، این چیست؟ یعنی چی معنی دارد؟ مصطلح الحدیث این نامی علم حدیث شناسی است. مصطلح الحدیث را به زبان عربی ما خیلی گفتیم میگن علم هو علم باصول و قواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. مصطلح الحدیث این یک علم است که قاعده ها دارد، اصل ها دارد، و به همین قاعده ها و اصل ها این روایت کننده ها سند این حدیث و متن این حدیث از جهت قبول رد شناخته می شود. و البته این سخن را امام سیوطی، یکی از کسانی که علوم حدیث هستند، در کتابشون تألیف به یک بیت میکنن، نظم میکنن، میگن علم الحدیث ذو قوانین تحت يضرب بها احوال المتن والسند فذلك الموضوع والمقصود ای يعرف المقبول والمردود. علم حدیث این یک به خودش قوانین دارد، قوانین های تیز دارد،
که با این احوال متن و سند شناخته می شود. یعنی علم حدیث علمی است که قانون ها و قواعد ها دارد و با همین قانون و قواعد ما احوال حدیث رو، حالت های حدیث رو، سندش صحیح است، ضعیف است، دروغگو است، راستگو است، انسان هایی که حدیث رو به ما آورده چگونه است، متن این حدیث ناسخ است، منسوخ است، عام است، خاص است یا که شاذ است، چی است البته میفهمیم. البته عام خاص این اصول فقه است، لیکن از متنش شاذ است، منقلب است، چی است البته از علم مصطلح حدیث میفهمیم. و انمین موضوع و مقصد علم مصطلح حدیث است، میگه که حدیث رو فهمیده شود که این حدیث قبول کردنش ممکن است یا که حدیثی قبول کردنش ممکن نیست و مردود است. بارک الله فیکم. پس انا این مسئله حدیث بود که باید بدونیم. البته باید در مسئله حدیث صحبت بکنیم و بنده نیت دارم ان شاء الله دعا بکنید در حق بنده. از الله تمنا میکنیم و یک برنامه داریم در مسئله حدیث شناسی، در مسئله علم مصطلح حدیث از کوچکترین کتابش که منظومه البیقونی است شروع بکنیم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أول الصحيح وهو متصل إسناد لم يشذ عيول يروي عدل ضابط مثلي معتمد في ضبطي ونقلي والأحسن المعروف طرق مضى الرجال ولا كصحيح مشترط. يعني این بیت هایی که البته هر یک طالب علم حفظ کرده است، ما هم در جمله به حمد الله حفظ کردیم و این علم مصطلح حدیث است که حفظ میکنید و معنیش رو به مردم و به برادران میرسونیم تا که از علم حدیث با خبر باشند.